سلام به مادران، پدران، خانواده، دوستان به پروژه سلامت دوران بارداری Be the One Blue Dot خوش آمدید. این پروژه برای شما و همه کسانی که یک مادر جدید را میشناسند می باشد. در قدم نخست تولد نوزادتان را تبریک می گویم. ممکن است شما از قبل چیزهای زیادی را در مورد نوزادتان بدانید. مثلا گریه کردن آنها. گریه وسیله ارتباطی آنهاست. یک کودک ممکن است خسته، گرسنه، نیاز به تعویض پمپر داشته باشد یا فقط دوست داشته باشد که در آغوش گرفته شود. با محبت به نوزاد تازه متولدتان پاسخ دهید. به نوزاد تازه متولد شده به محبت پاسخ دهید که در ساختن یک بنیاد محکم برای رفاه مدام العمر کمک می‌کنند. آیا می‌دانستید خانم‌هایی که تازه مادر شده‌اند گاهی گریه می‌کنند؟ برخی از خانم‌هایی که تازه مادر شده‌اند افسردگی شدید و یا هم بیبی بلوز را پس از ولادت تجربه می‌کنند که عبارت است غمگین بودن، اضطراب و تحریک که موقتی میباشد و به دلیل تغییرات هورمونی که در چند هفته اول پس از زایمان به وجود می آید. 85% زنان افسردگی شدید و یا بیبی بلوز را بعد از زایمان تجربه خواهند کرد. گاهی اوقات این احساسات ادامه پیدا می کند و یا هم شدیدتر می شود که این را افسردگی پس از ولادت می نامند. نزدیک به 20% از مادران جدید از یک اختلال سلامتی در دوران بارداری مانند افسردگی پس از ولادت رنج میبرند. در اینجا علائم افسردگی پس از ولادت را بررسی میکنیم. احساس خشم، تحریک پذیری و یا خشم عدم علاقه به نوزاد، اختلالات خواب و اشتها، گریه و خفگی، احساس گناه، شرم یا ناامیدی، از دست دادن علاقه، شادی یا لذت از چیزهایی که قبلا از آنها لذت می بردید، افکار احتمالی آسیب رساندن به نوزاد یا خودتان، اختلالات سلامت روان در بارداری و پس از ولادت همه خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. این مهم است که معلومات داشته باشید، آگاه باشید، پاسخگو باشید. شما از جمله کسانی باشید که نه تنها به نوزاد جدید بلکه به مادر جدید نیز عشق می‌ورزد و او را پرورش می‌دهد. لبخند، شنیدن، مراقبت و شریک ساختن. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سلامت روان دوران بارداری و اینکه چگونه می‌توانید یک مادر جدید و بهترین بود روی لینک زیر کلیک کنید.